سلام، میلاد حسنی هستم. با حل سال سوم از بخش 7.1 اهداف شناسایی ژئوتکنیکی که صفحه 15 مبحث 7 میشه. این سال نظارت مهر 98 برای عمران اومده. برای ساخت یک ساختمان منفرد مسکونی به ابعاد 32 در 15 متر حداقل تعداد گمانه‌ها چند عدد است؟ همونطور که قبلا گفتیم تو مبحث هفتم بخش دو تعداد گمانه‌ها بود، دیگه باید بریم بخش دوم. صفحه 15 میشه، شروع میشه ملاحظات طرح و شناسایی ژئوتکنیک زمین هست. تعداد گمانشو شما بیا سر وقت این و بدون یه جدول صفحه 19 هست که گفته براتون تعداد گمانه ها به چه شکل هست. وقتی میاد سراغ این جدول 2 چیز باید همراه خودتون داشته باشید. یکی مساحت و بعدی اهمیت ساختمان هست. مساحت معمولا صورت سوال میگه، اهمیت ساختمان هم باید پیدا. خب ساختمان مسکونی 32 در 15 متر که ضرب میکنیم میشه 480 متر مربع. و برای اهمیت ساختمان، یعنی توی تمام آزمون اهمیت ساختمان اومد نشریه 2800 صفحه 6 2800 صفحه 6 که بیان این بالا گروه های متفاوت داره. ساختمان با اهمیت خیلی زیاد، ساختمان با اهمیت زیاد، ساختمان با اهمیت زیاد، گیره خوبه نصفه گیره اهمیتش، و ساختمان با اهمیت متوسط که ساختمان مسکونی، هتل، پارکینگ های چند طبقه جزء گروه با اهمیت متوسط هست. مثلا 480 متر مربع مسکونی هم که هست طبق صفحه 6 میشه متوسط. پس ما میگیم تو این جدول مسیر به این شکل بین 300 و 1000 بله یعنی اینجا و متوسط. پس تعداد حداقل گمانه میشه 100. حالا اگر تو سایت بیایم 100 رو بزنیم اشتباه. چرا؟ چون نشریه قبلی سال 98 این سال اومده و نشریه‌ای که الان در دست ماست 1400. نشریه قبلی اومده گفته یه جدول همچین شکلی داشته و فرق داشته. اگه طبق قبلی بخوایم بزنیم و این نمایش عدد درست رو بزنیم عدد 2 هست. اگر الان این سال اومد جواب صحیح با توجه به ویرایش جدید عدد 3 هست که شما عدد 3 رو انتخاب. امیدوارم مفید بوده باشه. اگر در این مسیر ما رو به دوستان تو معرفی کنی بسیار خوشحال میشیم. ممنونم از شما. خدا نگهدار.